این صحنه رو تصور کن. آخر هفته است. شب جمعه و در خونه نشستی. کفش‌ها کنار در. چراغ‌ها اونقدر کم نورن که فضا آروم شده. گوشی موبایلت رو میزه و سکوتی دلپذیر همه جا رو گرفته. نفسات آروم، بدنت ریلکس. نه جایی لازمه بری، نه به کسی باید پاسخگو باشی. به نظرت این چه حسی داره؟ خسته کننده، تنهایی یا بهترین شکل ممکن برای گذراندن آخر هفته است؟ برای بعضیا موندن در خونه واقعا خسته کننده و احساس تنهایی می کنند. اما اگه تو جزو اونایی هستی که بودن در خونه رو دوست داری، ما اینجاییم تا به تو بگیم این به این معنا نیست که تو تنبلی و یا اجتماعی نیستی. این یک ایراد و نقص نیست و چیزی نیست که لازم باشه درستش کنی. دلیل روانشناختی مشخصی وجود داره که چرا موندن در خونه اینقدر حس خوبی برای شما داره. تا آخر با ما همراه باش چون ممکنه غافلگیر بشی. برخی از آدما بعد از یک روز پر از برنامه‌های اجتماعی تازه انرژی میگیرن. دوست دارن شام برن بیرون، نوشیدنی بخورن و با دوستاشون برنامه بگذارن. اما بعضی دیگه بعد از فقط یک بار بیرون رفتن کاملا خالی میشن. بدنشون از همون لحظه تشنه سکوت و فضای آشنای خونه است. هیچ کدوم از اینا غلط نیست. اینها فقط آستانه‌های متفاوتی برای تحمل تحریک‌های بیرونی دارند. در روانشناسی به این موضوع نظریه برانگیختگی بهینه میگن. اگر شما کسی هستی که موندن در خونه رو دوست داری، سیستم عصبیت زودتر به حد اشباع میرسه. نه به این دلیل که ضعیف یا شکننده‌ای، بلکه چون نسبت به ورودی‌ها حساس‌تری. صداها، گفتگوها، انتظارات، نشانه‌های اجتماعی، حتی اونهایی که لذت بخشند، تمام اینها رو تو نیاز به پردازش داری و با گذشت زمان ممکنه اینها روی هم انباشته بشن. پس خونه جایی میشه که هیچ چیزی از تو خواسته نمیشه. جایی که سیستم عصبیت میتونه از حالت مراقبت دائمی خارج بشه و به وضعیت پایه و آرامش برسه. برای همینه که خونه رو اینقدر دوست داری. خونه یک فضای امنه برای تنظیم دوباره سیستم عصبیت. وقتی دنیای بیرون بیش از حد تحریک کننده میشه، تو خونه رو نیاز داری به عنوان یک فضای امن. اما یک لایه دیگه هم وجود داره که اصلا ربطی به شخصیتمون نداره که بخوایم به خودمون برچسب بزنیم. و اونم اینه که تو خونه تو میتونی محیط رو کنترل کنی. صدا، نور، سرعت، قوانین. اما بیرون از خونه این کنترل رو نداری. برای کسایی که حساسیت حسی دارن یا اضطراب رو تجربه میکنند یا سابقه بی‌ثباتی عاطفی دارند، این که نتونن کنترل کنن نه تنها ناراحت کننده است، بلکه اونا رو فرسوده میکنه. سیستم عصبی اونا در بیرون مدام در حال آماده باشه، در حال اسکن کردن این که بعدش چی میشه. اما در خونه نه اسکن کردنی هست، نه نقش بازی کردن و نه قرار چیزی رو با چیز دیگه تطبیق بدن. بدن این رو به عنوان امنیت نشانه گذاری میکنه و سیستم عصبی هم به طور طبیعی مشتاق این حس امنیته. یک باور رایج اشتباه وجود داره، اینکه موندن در خونه یعنی کار خاصی انجام ندادن. اما پژوهش‌ها برعکس اینو نشون میده. افرادی که از تنهایی لذت میبرند معمولاً بسیار درون نگرند، خلاقند و حل کننده قوی مسائلند. محیط‌های کم تحریک به ذهن فضا میده تا ذهن پرسه بزنه، ایده ها رو به هم وصل کنه و احساسات رو پردازش کنه. خلاقیت اینجا شکل میگیره نه در حرکت دائمی بلکه در سکون. برای همینه که الهام اغلب آخر شب سراغمون میاد. بهترین ایده ها زیر دوش حمام به ذهنمون میرسه
یا صبح‌های آروم آرامش و روشنایی خاصی با خودشون به همراه دارند. بخشی از عمیق‌ترین کارهای درونی در خونه اتفاق میفته. البته برای همه اینطور نیست که خونه رو به این دلیل ترجیح میدن. برای برخی از افراد موندن در خونه به خاطر اون اضطراب اجتماعی که دارن هست، زخم‌های عاطفی که از گذشته خوردن و یا افسردگی که آروم آروم داره انگیزه رو در وجود اونها میمکه و از بین میبره. در این حالتها خونه برای این افراد هم پناهگاهه و هم سپر دفاعی. دونستن این موضوع خیلی مهمه که آیا سیستمت داره برای بقا این کار رو انجام میده؟ بدون اینکه خودتو قضاوت یا سرزنش کنی، از خودت بپرس آیا تو خونه میمونم چون منو ترمیم میکنه، بازسازی انرژی میشم و یا بیرون رفتن برام سنگینه و آزارم میده؟ از بیرون ممکنه هر دو یکسان به نظر برسند، اما یکی درباره استراحت و تجدید قوا هست و دیگری درباره محافظت و حفظ خودشه. روانشناسی میگه اگر اغلب از موندن در خونه لذت میبری، احتمالاً میتونی با احساساتت بنشینی بدون اینکه حواست پرت چیزای دیگه بشه. زمان و انرژی تو محافظت میکنی و به راحتی اونو خرج نمیکنی، میدونی چی کار کنی. از تنها بودن لذت میبری و مدام نیاز به تایید و توجه دیگران نداری، خودتو کافی میدونی. گفتگوهای عمیق رو ترجیح میدی و بیشتر ناظر هستی تا اینکه اجرا کننده. خیلی ساده بگم، تو زود حوصلت سر نمیره، چون دنیای درونت پربار و غنیه و میتونه تو رو مشغول نگه داره. این یعنی تو خلاقی و به درونت توجه داری و چیزها رو در سطحی عمیق‌تر از اکثر آدم‌ها تجربه میکنی. تو نه به خاطر فرار از موقعیت خاصی که نمیتونی تحملش کنی تو خونه میمونی، بلکه چون به اون نیاز نداری. خودت میتونی در خونه به اندازه کافی اون توجه و تایید رو در درونت بسازی. در فرهنگ و جامعه‌ای که تأکید بر دیده شدن بیشتر میکنه، این سبک زندگی ممکنه عجیب به نظر برسه، اما ایراد و نقص نیست، فقط شیوهی متفاوت برای ارتباط با زندگیه، شیوهی که عمق رو به سر و صدا ترجیح میده، معنا داشتن رو به شتاب، و این خیلی زیباست. اما زندگی مدرن پر سر و صداست، پر هیجانه، اطلاعات پشت اطلاعات طوری که هرگز متوقف نمیشن، پیام و نوتیفیکیشن پشت سر هم و تمومی ندارن. برای خیلی ها موندن در خونه یک ویژگی شخصیتی نیست، یک پاسخه، راهی برای محافظت از توجه، انرژی و ظرفیت عاطفیشون. خونه تنها جایی میشه که سیستم عصبی مجبور نیست خودشو جمع و جور کنه و وقتی یک بار چنین آرامشی رو تجربه کنه، سخت از اون دل بکنه. اما اینجا جاییه که باید مراقب باشیم. همون عاداتی که تو رو ترمیم میکنه میتونه به آرامی دنیاتو کوچیکتر کنه. اما اگر موندن در خونه باعث میشه واقعیت درونی تو بهتر درک کنی و آرامش داشته باشی، این مفیده، این آرامشه. اما اگر به مرور تو رو بی تفاوت، جدا افتاده یا کوچکتر میکنه، اون چیز دیگه ایه. وقتی آگاهانه انتخاب میکنی که در خونه بمونی، این مکانیزم دفاعی نیست، بلکه سیستم عصبی از نو بازسازی میشه و تمرکزت حفظ میشه. از هدر رفتن انرژی جلوگیری میکنی و فضا رو برای خلاقیت، تأمل و پردازش احساسی میسازی. پس دوست داشتن خونه به این معنا نیست که خودتو از جهان جدا کردی، بلکه برای خیلیا یعنی عمیقاً با خودشون در ارتباطن. وقتی موندن در خونه آگاهانه باشه، به یک قدرت تبدیل میشه، شیوهی از زندگی که عمق، آگاهی و امنیت عاطفی رو ارزش میدونه، در فرهنگ امروزی که اغلب برعکس اینو تشویق میکنند.
اگه این ویدیو باعث شد خودتو کمی بهتر بفهمی، ویدیو رو لایک کن و کامنت گذاشتن تو ممکنه به دیگران هم کمک کنه که ارتباط بگیرن. از اینکه با ما بودید متشکرم.